خب حالا این حال برگینن شروع میکنیم. بسم الله. هم زوج فسره هم دستش مختره. بسم الله. اینا رو میگیم. اکی قاری صلاح الله حفظت کند. یک اشتباه انجام دادی که نباید انجام میدادی. تراشیدن ریش حرام است و اتفاق امامان 4 مذهب. حتی بعضی از علما فرمودند که اگر وقتی تراشیدن ریش بسم الله بگوید کافر می شود. العیاذ بالله. البته من کسی را حکم به کفر نمی کنم، ولی این باید که اصلاح شود. پس چرا ریش می تراشی و بسم الله می گویی؟ از این بدتر آن را به نمایش می گذاری. گناه را انجام دادند و آن را به نمایش گذاشتند، نخود که همین قدر برایتون آسان شده باشد. من بر ریش تراشی خودت کاری ندارم. می تراشی یا نه، فقط می خواهم گناه را به نمایش نگذاری. این کار تو حرام بودن ریش تراشی را از ذهن مردان مسلمان نیست می کند، چون که تو را یک انسان دیندار می شناسند. وقتی یک انسان دیندار قاری یا نصیحتگری چون این کار حرام را به نمایش گذارد، مردم چی فکر می کنند؟ گناهی که آشکارا انجام دادی، آشکارا از آن عذرخواهی کن. برآمده بگو که خطا کردم، اشتباه کردم، این کار من نادرست بود، تا مردم فکر نکنند که ریش تراشی گناه ندارد. امیدوارم این سخنی مرا همچون یک نصیحت برادرانه میپذیری.